خب دوستان عزیزم، میخوایم این قسمت آشنایی پیدا بکنیم با فوندانت و وسیله و ابزارهایی که توی در واقع کار با فوندانت میتونیم ازشون استفاده بکنیم. بچه ها، فوندانت یه نوع خمیری هست که به صورت دستساز هم میشه آماده کرد، اما من در واقع هیچ وقت توصیه نمی کنم به کسی دستسازش رو درست بکنه، چون که نسبت به وقت و هزینه‌ای که میذارین واسه خمیر دستساز ارزشش رو نداره، چون خمیرهای فوندانت الان توی بازار انواع اقسام رنگ‌هاش اومده و کیفیتشون هم خیلی هم خوبه و به نظر من فوندانت آماده هم خیلی به صرفه تر هستش و اون وقتی که شما میذارید برای ساختنش رو که حالا یا به این خمیر برسید یا نه، به نظر من ارزشش رو نداره. فوندانتی که من کار میکنم برای حالا کوکی و یا حتی کیک ها مارک فلورا هست و یکی هم کارو مخصوصا رنگ قرمزش، کلا رنگ های فوندانت های رنگی کارو خیلی خوشگل هستن. من کارو رو دوست دارم و فلورا بیشتر از این دو برند استفاده میکنم. فلورا در سایز کوچیک هم رنگی زده، اما اولش که میخرین خیلی نرم و خوبه، اما نمیدونم به خاطر بسته بندیشه که بعد از یه مدتی خشک میشه. اینه که من همیشه برای فوندانت های رنگین بیشتر کارو رو مصرف میکنم، اما فوندانت سفیدش فوق العاده است. و چون که من خمیرم خوش شده بود، الان میخوام که نحوه رنگ کردن خمیر و اینکه حالا اگر که خمیر سفیدی داشتید که میخواستین رنگش بکنید چی کار باید انجام بدید. دوم اینکه ابزارها و وسایلی که برای کار با فوندانت هستن خیلی زیاد و گستردن، خیلی زیاد، مخصوصا مالد. به این وسیله یه سیلیکونی میگن مالد، حتما توی لوازم قنادی ها دید دارم که حالا به درد این مدل کارمون میخوره، مثل گل، مثل حاشیه، یا مثلا یه سری مالدای دیگه که حالا بخوام بهتون معرفی بکنم، مثل این گل روز، مثل اینها برای کیک و یا اینها هم همینطور برای حالا کوکی یا کیک استفاده میشه و خیلی خیلی زیاد. وسیله و ابزار دیگه ای که توی کار با کوکی خیلی به دردتون میخوره، این مهرهای فشاری یا کاترهای فشاری هستن. اینها در واقع این نقشی که روی این مهرها میبینین رو وقتی خمیر رو پهن کردید که حالا میخوایم باهاش کار بکنیم، روی خمیر فشار میدیم و این نقش رو میندازه. این هم خیلی تنوع داره، تنوعهای مختلف داره، مدل‌های مختلفی توی لوازم قنادی ها ازش موجوده که میتونید بسته به حالا کاری که میخواین انجام بدید در واقع خریدشو داشته باشید. قیمت خیلی زیادی هم نداره. یه سری دیگه وسیله ها هستن، مثل در واقع سنبه که حالا برای گل هستش، اینها بیشتر به درد گل میخوره. ابزار دوخت، من خیلی این ابزار رو دوست دارم، خیلی خوشگل میکنه که دور در واقع کارمون رو میتونیم با این یه دوخت کوچیک بزنیم. خیلی کاربردیه این ابزار. کاتر و یه سری دیگه از کاترهایی هم که به کار میره توی کار با فوندانت، این کاترهای فشاری هستن که میتونین باهاش در واقع حالا میخوایم یه گل درست بکنیم، میبینیم از این مدل گلا. این یه معرفی خیلی کوتاه در ارتباط با فوندانت و ابزارهایی که میگم خیلی ابزارش گسترده هست. اگر به این لوازم قنادی متوجه میشین، اما خب لازم نیست شما اول کار همه این وسایل و ابزارها رو تهیه بکنین، اصلا نیازی نیست. چند تا مالد که میدونید بیشتر به دردت کارتون میخوره رو داشته باشین، مثل همین گل همیشه خیلی کاربردیه، یا حاشیه. اینها چیزایی هستن که به کارتون میاد، حالا هر مدل دیزاینی که بخواید بزنین میتونین از اینها استفاده بکنین. برای بچه خمیر اولش خیلی سفته، با دستتون شروع میکنید به ورز دادن و به یه حالت مثل خمیر بازی بچه ها میرسه که نرم میشه. برای رنگ کردنش همین رنگ های ژله‌ای هست که ازشون استفاده کردیم برای آیسینگ. همین رنگ ها رو با خلال دندون میزنید به رنگ اضافه بکنید، ورزش بدید
بچه اگر عجله داشتید و میخواستید که در واقع خمیر فوندانتتون زود خشک بشه، میتونید به ازای اینقدر خمیر که دارین یه نوک نصف قاشق چایخوری برای اینقدر خمیر، نصف قاشق چایخوری بهش پودر تایلوس بزنید. پودر تایلوس رطوبت فوندانت رو میگیره و فوندانتتون زودتر خشک میشه، مخصوصا برای برندایی مثل فلورا که خیلی نرمه. واقعا از نیازه که شما این پودر رو بهش بزنید که زود خشک بشه، اما خب حالا ما عجله‌ای نداریم و نیازی نیست که این پودر رو بهش بزنیم. پودر فکر میکنم رنگش خوب باشه. اگر بچه‌ها خمیر فوندانت به دستتون یا به سطح میزتون میچسبید، با نشاسته ذرت به این حالت هستش، یکم بر میدارید روی سطح کارتون و دستتون میزنید، یا حتی به مال، اگر دیدین به مال میچسبه فوندانتتون، یکم نشاسته ذرت روی سطح کارتون بریزید که خمیر به دست و سطح کارتون نچسبه. خب خمیر رو به اندازه‌ای که میخواین باز میکنید. آرم کارم رو، لوگوم رو دادم پرس کردن و برای زیر دستم هستش. خب به ضخامتی که میخواین باز میکنیم، این مهرهای فشاری رو میذاریم روی کار و خوب اطرافش رو فشار میدید. خب حالا همون کوکی که میخوایم روش در واقع فوندانت رو بزنیم، از کاتر خود همون کوکی استفاده میکنیم. خمیرتون رو زود جمع بکنید که خشک نشه. خب برای چسبوندن خمیر فوندانت روی سطح کار میتونید یکم بهش آیسینگ بزنید، یا مثلا یه سری موادی هست به اسم در واقع چسب فوندانت یا همین پودر تایلوسی که بهتون گفتم. بچه‌ها اگر یکم با آب مخلوطش بکنید، یه چسب خیلی قوی بهتون میده، یه چسب خیلی خوبیه. با یکم آب مخلوطش بکنید یه حالت ژله‌ای میشه و میتونید توی یخچال نگه دارید برای این مواقع که از این کارو دارید. خیلی خوبه اون چسب هم. خب این رو روی سطحتون میچسبونید به این صورت. مجددا خوب ورزش میدین. اگر احساس میکنین مالتون انقدر ظریفه که بهش فوندانت میچسبه، خود مال رو بزنید داخل پودر نشاسته و یه تکونش بدید، پهن میکنید. خوب فشار میدید تا کامل فوندانت داخل مال فرو بره. میتونید با یه ابزاری مثل چاقو یا کاردک روی این رو یا کاتر روی اینجا رو ببرید. به این حالت. جان نگاه کنید مرز اینجا رو. اصلا نباید فوندانتتون از اینجا بیرون بزنه، چون توی برگردوندن وجهه خوبی نداره کارتون و تمیز نیست. اینکه همیشه سعی کنید نگاه کنید ببینید کامل فوندانت توی در واقع خلل و فرج این فرو رفته و هیچی از مرزها بیرون نیست.
در این صورت فوندانت رو برگردونید، مالد رو برگردونید و آهسته فوندانت ازش خودش به خاطر پودری که زدیم بهش جدا میشه. به این صورت. برای چسبوندن فوندانت به فوندانت میتونید از همون چسبی که بهتون گفتم استفاده کنید. میتونید هم از آب استفاده بکنید. بهترین در واقع ماده که این فوندانت رو به فوندانت میچسبونه آب هستش. از همون پودر تایلوسی هم که گفتم بهش آب بزنید ژله‌ای میشه هم میتونید استفاده کنید. کامل مرتب روی کارتون فیکس کنید. به این صورت. پس بچه ها برای در آوردن خمیر از مالد اینجوری نکشینش که دفرمه بشه، برش گردونید و مالدتون رو تا بکنید تا از در واقع قالبتون بیفته بیرون. خب دوستان عزیزم، برای استفاده از این کاترهای فشاری، از این کاترها که اینها هم بازم مدل‌های متنوعی داره، میتونید بیاین و چون که این کاتر یکم گل برگاش ریزه، فوندانت توی اینها گیر میکنه. من یه ذره میزنم داخل نشسته ذرت که بهتر ولش کنه خمیر رو. خمیرم رو پهن میکنم. کاتر رو فشار بدید تا جای مهرهاشم روی کار بیفته. بچه ها برای مغزی گل میتونید یه تیکه فوندانت زرد برگ دارید خیلی کوچیک در حد مغزی همین گل و از این توری هایی که باهاش چای صاف میکنن یک کم اینو فشار بدید. روی گل بذارید. میتونید هم با سوزن وقتی که زدید اون رو سوراخش بکنید. این کار همیشه انجام داد.